پدر و مادر امروز ما میبینیم موی اونها سفید شده است، قامتی اونها چنگ شده است، پژمرده شده است. اونها از غم ما والله قسم به این حالت رسیدند. یک بار گفت مادر جان، پدر جان، آیا زیبایی تو کجا شد؟ قامتی راستی تو کجا شد؟ موی سری سیاهی تو کجا شد؟ یک جواب میگرد میگه همه را فدای تو کردم ای فرزندم. جوانی ما بخشیدم تا اینکه تو جوان شوی، قامت راست ما بخشیدم تا اینکه قامت راست پیدا کنی. همه را برای تو بخشیدم. و این خاطر برادران بزرگوار من به قدر پدر و مادر برسید. یکی را در جهان دلبر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است. عزیزان از همه موجود عالم مرا مادر عزیز است، مرا مادر عزیز است.